المسألة الثالثة، مسئله سوم، حکم من انکرها. مسئله سوم، حکمی کسانی که زکات مال را انکار میکنند، پرداخت زکات را انکار میکنند. کسی که زکات را با سبب نادانی رد کند، مثل شخصی که نو مسلمان شده است یا در بیابان دور زندگی میکند، بر او حقیقت دین اسلام نرسیده است یا به او حقیقت فهمیده نشده است، بر او حکم بر کفر کرده نمی شود، بلکه بر وی چیز حکم اسلام داده می شود، زیرا که وی عذر دارد. اما شخصی که در بین مسلمانان با اهل علم زندگی می کند، در بین مسلمانان زندگی دارد و زکات مال را انکار نماید، کافر شمرده می شود و حکم مرتد را می گیرد. و بر این شخصی که در بین مسلمانان زندگی دارد و حکم زکات مال را پرداخت کردنش را رد می نماید، بر او 3 روز مهلت داده می شود. اگر توبه کند قبول کرده می شود و پذیرفته می شود. اگر توبه نکرد و سرکشی کرد، سپس کشته می شود. زیرا این کار کردن چنین فرضیت روشن مثل این کار کردن قرآن و سنت است و کفر شمرده می شود.